با درود. خانم فاطمه سپهری کجا هستند؟ خانم فاطمه سپهری کجا هستند؟ خانم فاطمه سپهری خانمی متدین محجبه که نماز و روزش قطع نمیشه، خانمی میهن پرست که به هیچ وجه حاضر نیست سر در جلوی این رژیم سفاک خم بکنه، در گوشه زندانهای مخوف جمهوری اسلامی با داشتن ناراحتی شدید قلبی و چند بیماری دیگر از درمان هم محروم هستند. من از مردان عبا به دوش دستار به سر که تا کمر جلوی این رژیم خم شدند هیچ سوالی ندارم. من از سپاه و سپاهیان و لشکریانش که با این همه اباحت و قدرت از این خانم، از این قدیسه اینقدر وحشت دارن که حتما باید در گوشه زندانهای مخوف جمهوری اسلامی نگهش دارند هم سوالی ندارم. سوال من از مسلمانان واقعی ایران است. اگر در ایران مسلمان واقعی باقی مونده باشه، مسلمانانی که باور دارن اسلام دین صلحه، چطور شده که تا به حال شما یک نامه با 1 میلیون امضا که نه، با 100,000 امضا نه، با 1000 امضا نه، بلکه با 100 امضا ننوشتید و درخواست آزادی ایشون رو از مقامات مربوطه نکردید و یا حتی در فضای مجازی اون رو پست نکردید؟ من از حواریون جمهوری اسلامی هم هیچ سوالی ندارم، چون اینها سال هاست که با هیدر کردنشون چشمانشون رو به روی جنایات این رژیم، اختلاس، فقر، فساد، فحشا بستند. در دین اینها نام خدا هست، خدا نه. از سنگ صدا آمد، از مثلا اهل صدا نه. صدای خانم سپهری باشید.